از قریه‌هایی که متاسفانه به اثر زلزله‌هایی که در طی 10 روز پسین اتفاق افتاده شاهد خسارات بسیار متاسفانه قریه در کنار من دوست هستم که میخوایم او رو صحبت کنیم بپرسیم که چه اتفاق افتاد نگذاشت که مثلا ما بتونیم که از خونه بیرون بریم، کودک‌ها و طفل‌ها بیرون ببریم. فقط همون زلزله اول به 3 مرتبه تکون خورد. همون مرتبه اول فرو رفت. کسایی که می‌بینیم مونده یه خونه کمی از خونه‌های کمتری این هزینه سرکوری هیچ نشده. فقط خونه‌ای که خامو بود داخل از اون تلفات زیاد. روزهای بعد هم زلزله‌های اتفاق افتاده. یک سوال خیلی ها اگر اقتصاد صحبت کردیم دیگه بریم روی شما چه رقم دیگه تقریبا اینجا بالای 100 سال میشه در ما زندگی میکردم، اینجا ما زندگی کردیم، ولی فعلا با ما هیچ روی هیچ چیزی نمونده. فقط سونی و سونی بچه‌ها میگه بابا از اینجا ما بکشیم ببریم به جای دیگه اینجا که با ما خونه با ساز ما خیلی دیگه اگه ما بشودیم ما بشودیم با اون طرف ها یک جای، یعنی از این که جای آواره شدیم خیلی ترس داریم. در طی این در مردمی که ما فعلا شما اینا میبینیم میگی در کنار ما ایستاده، ما خیلی خوشحالی میکنیم، خیلی خوشحال هموطن ما همگی واقعا خدمت کرد، چی دولت بود چی مردم دیگه بود، بلند همگی رسیدگی تا حد بشوده. اما ما مثلا در هر خیمه 5-6 تا فامیل با هم زندگی میکنیم، چون خیمه دادیم خیمه سوخته بکنیم بود زیاد داره دیگه همین فقط همین 30 تا خیمه مونده. ما 80 فامیلیم، همه که داخل هم زندگی میکنیم دیگه. ما همین چیزی داریم توقع که حداقل با
مردم اینجا زیادتر مصروفیت از اینا به کشاورزی کم دامداری داره، گوسفندداری گوسفند هم زیاد از مردم تلفات شده، وسیله زیاد شده، مثلا هر کدوم دیگه وسیله کنه نداشت، فقط موتور زیاد داشت. اما الان 20 25 تا موتور ما زیاد زیر خاک شده، دو تا تراکتور اینجا ما زیر خاک داریم، بسیار ما زیر خاک داریم. دیگه چیزایی هست فقط از اینا همین پیمات مالداری بریم، کشاورزی و مالداری اینا جو گندم اینا. الحمدلله خوب بودم، کم بود زیاد بود، هر کی کلبه غریبی خورده شما زندگی راضی بودیم. راضی هستیم، همال هم راضییم به رضای الله. هر چی که الله خواست، هر چی که پیش آمده ما به رضای خداوند. بله از تقدیر خداوند بالاخره نمیشه فرار کرد. ما هیچ چیزی شک هر چی بوده ان شاء الله که در خیر ما شما ان شاء الله ما خداوند عزیز شفای عاجل نصیب بکنه و ان شاء الله. اینم بفهمید که همه مردم شما هست. بله ما از مردم افغانستان همه تشکر میکنیم، همه و ما رسیدگی کرده چی بیانی بود مالی تا اندازه تا عدد حدودی. هر ما مالی میخوایم که عمل ما اینجا اینو نداره، سیاست رو کنه اما اونا رو بگذار، حالا فعلا ما فعلا کنار میگذاریم. همین بچه ها مداخل خیلی خیلی کرده. ما امیر از دولت و از همه هر برادر تجاری که میتونه کمک همکاری کنه که سرمانهای بیتری رسید. همین بچه ها که مونده همونا و تلفات نکنه. تشکر شما زنده باشید. خیلی بینید. ان شاء الله ما کنار شما هستیم ان شاء الله. هر چیزی که از سعودی خیلی تشکر زحمت کشیدید. خیلی دوستان علمی قریه بود که همون قسمی که در تصویر میبینیم توی زلزله باعث شده که تلفات جانی و خسارات مالی زیادی متاسفانه این مردم متحمل بشن از اثر این آفات طبیعی که متاسفانه در 10 روز اخیر شاهد شدیم. علاوه بر زلزله طوفان هم شد متاسفانه که کام زندگی را تختر کرد از این مردم و هموطنان ما ناگفتن باید بگذارم که مشکلاتی هم هنوز وجود داره، باید رسیدگی بشه. همون قسمی که گفتم در قسمت غذا باید رسیدگی بشه و همچنین در قسمت ایجاد سرویس های بهداشتی باید توجه اساسی صورت بگیره تا مشکلات حداقل هم یک گوشه از مشکلات از اونا بالاخره مرفوع بشه. اگر که این حادثه المناک غمی است بر دل همه ما و مردمی که به خصوص مردمی که در اینجا بالاخره زندگی میکنن. چند تا تصویر هم ببینیم و امیدوار هستیم که شما هم با ما همکار باشید. شماره های هم انشالله که زیرنویس میشه. اگر میخواین که کمک های شما از طریق ما و یا دوستای دیگر ما به دست اعضای ما برسه به ایشون و پیامگیری شما را پیام بگذارین و یا هم تماس بگیرین. به هر حال راه ارتباطی است که در مقابل شما ما قرار میدیم و انشالله که ما بتونیم پل باشیم، پل فقط جهت رضای خدا و همکاری با این اعضای ما. چند تا تصویر هم ببینیم. گزارش منطقه آسیا بود نه سربلند. گزارش منطقه سربلند